سه برادر هستیم، یک جو کار میکردیم، پولمون در یک جو جمع بود. سال گذشته تقریبا همین خیلی ماهای نویک برده، مالمون به سال 50-60 هزار تومان رسید. انا این سال مال تقسیم کردیم، از این مال من زیاد است، این سال 100 هزار تومان هست. همین را زکات چه حساب کنیم و کی حساب کنیم؟ اون 50,000 تومان یکی از آن همه کسب بود. وقتی نصاب نرسیده شما تقسیم کرده تا؟ بله بله بله، تقریبا یک ماه دو ماه شد تقسیم کردیم. یعنی یک سال نشده؟ یک سال نشده، بله. وقتی که یک سال نشده با مقصد گریختن از زکات نباشد، مثلا یک آدم 20 گوسفند دارد، به 20 گوسفند زکات واجب نیست. یک آدم دیگه هم 20 گوسفند دارد، به 20 گوسفند زکات واجب نیست. لیکن اینا گفتن که بیا گوسفندا یک جای میکنیم و یک روز تو میپایی، یک روز من میپایم، مقصد قره یک تا کردن 40 تا گوسفند شد، از این زکات هست. لیکن وقتی زکات بیاد اینا جدا کنن با مقصد ندادن زکات، مثلا پگاه روزی زکات هست، پگاه یک سال میشد این گوسفندا چی به 40 رسیدگیش به یک سال که میشد پگاه باید یک تا زکات یا گوسفند 39 تا میشد. بعد اینا میگن که بیا گوسفندای جدا میکنیم، چون که 20 شود زکات نیست. بعد برای گریختن از زکات امروز جدا میکنن گوسفندای، فردا که گذشت پس فردا با یک تا میکنن. این گناه هست، این حیله هست، فریب دادن الله تعالی است و الله تعالی فریب نمیخورد و این گریختن از حق کمال. لیکن اتفاقا یعنی که بعد یک هفته وقتی زکات میشد و شما گفتید که خیر برادر هم یک جای کردیم اکو این عظیمی روز اعتبارا جدا میکنیم، ما دیگه امکانیت یک جای چراندن گوسفند نداریم، بیا گفتیم گوسفنداتو بگیر منم گوسفندام علایده میکنم. گفتید نه با مقصدی ترسی از زکات، این گناه نیست. یعنی شما هم پولاتون پیش از آمدن زکات اگر هر کس حقی خودش 10,000 گرفت، این بیگام که زکات واجب نمیشه. اگر 50,000 در یک جا باشد به از این 50,000 باید زکات برادش. اگر با مقصد گریختن از زکات نیو با یک دیگر سببهاش ما پولاتون جدا کردید، گناه نیست. اکنون که به پول خودتون علاهیده کی وقتی که پولتون به نصاب رسیده باشد سنش حفظ میکنید، نه با سال شماری آفتابی میلادی بلکه هجری قمری قطعی، برای اینکه 10 روز 11 روز پیش می بیاید. هجری قمری 354 روز است، شمسی 365 روز است. یعنی 10 روز یا 11 روز شما مالی کمبغل دیر میدهید، به اون حساب کنید. شریعت اون سال شماری رو به نظر نگرفت. از در نزد شریعت سال شماری به حساب قمری هست، نه با حساب شمسی و برای دهقانا هست. خب زکات یعنی مثلا یکمی سفر به شما فرض شده باشد، وقتی که پولتون علاهیده کردید، روزی که علاهیده کردید پولتون 10,000 بود، مثلا 10,000 به نصاب نمیرسد، زکات واجب نیست. لیکن اگر 40,000 از آن شما باشد بود، 40,000 نصاب است، از همون روزی که علاهیده کردید یا که از همون روزی 50 روزه هم حساب کرده میگیرید برای اون که مالتون به نصاب رسیدگی بود. لیکن اگر وقتی که جدا کردید مالتون کم بود و بعد آهسته آهسته به نصاب رسید، روزی که به نصاب رسید از همون روز حساب میکنید، از همون روز یک سالی پرره که شد بعد همون روز زکات میبرید. استاد مقصد وقتی ما پول جدا کردیم همین خیلی شد که ما باید خونه میگیرتیم، یک خونه گرفتیم، بعد باقی مونده همه پول به ما دادن برادرام، با همین هر کی تقسیم شد. حاجم وقتی تقسیم کردند ما 60-70 هزار تومان بود داشتم خودم. ما از سال پیش نه حساب کردیم یا همین وقتی تقسیم کردن دلش حساب کنم امیر روزی. این دلالت میکند که شما پیشتر صاحب زکات بودید. درست؟ بله بله بله. صاحب زکات هر یک آدمی که زکات میدهد یک روزی زکات دارد، همون روزش همه باید داند. یکمی سفر است، 15 سفر است، یکمی ربیع الاول است، 12 ربیع الاول است، یا 20 رمضان است، یا 13 رمضان است. این هر کی هر خیر است، همون روز باید قید کنید که روزی زکات من. در یک سال یک مرتبه حساب میکنید پولتون. اون پول از میراث آمد یا از دیگر جا گرفتید یا سودا کردید یا تحفه شد یا یگان چیزتون رو فروختید، در یک سال یک مرتبه همون روزی زکاتتون تمامی آن پولهایی که پولی نقد هست یا پولهایی که در مردم قرض دادگی هستید، یعنی اونها باید برگردند، اونها
یا مالهایی که در تجارت گذاشته است در مغازه و دکان و سکلات هست و یا به نرخ فروش حساب میکنه، یا مالهایی که حالی در سفر آمده از خطای بار کرده حالی در سفر است اونها حساب میکنه به نرخ فروش. همین پولاتون طلا نقره دارید یا خانه ها دارید برای فروش همش حساب میکنید و از همین دونی فایدهش میدید. در یک سال یک مرو در مابین سال پولتون به میلیون میرسد یا به صفر میفراید حساب نه. چقدر بلند میشد پایان میشد به اون اهمیت ندید. همین یک سال به یک مراتب روزی زکاتتون. فقط پیش از آمدن روزی زکات مثلا بعضی حیله های نادرست میکردن، بعضی فقها تعلیم میدادن مثلا یک آدم پگاه باید زکات دهد، $100,000 پول داره، $2,500 باید زکات دهد، نمیخواهد زکات دهد، نعوذ بالله. همین $100,000 میگفت است که بزنش من زنم، این $100,000 من به تو تحفه کردم میگفت است. حکم به این زنک زکات واجب نیست چون که این امروز پولدار شد باید یک سال منتظر شود. خب فردا روزی زکات شوهرش است، فردا شوهر یک سوم ندارد که زکات دهد، همش پولش بخشید و حق دارد که پولش بخشد. بخشید امروز به پول زکات نمیده، فردا میگه که زنک پولای برگردان. یعنی این یک نوعی گریختن از زکات، این حرام است. اگر همین خیال نکنید یا اینکه فردا روزی زکاتتون است قصدن امروز یک ماشین قیمت میخرید که تا اینکه پول از نصاب فروید و زکات ندید، دیگه قصدن نیو. همین خیال اتفاقا شد که یک خانه ارزان پیشنهاد شد یا یک ماشین ارزان پیشنهاد شد، همین خرید فایده میکنید مثلا، یا خانه خرج شدید برای خودتان یا برای فرزندتان، خانه خریدید پولا تمام شد پگه باید زکات میدادید، امروز ناخواست یعنی قصدن نه، قصدن با مقصدی گریختن از زکات نه، همین خیال شده ماند. فردا روزی زکاتتون اومد پول ندارید، بله در این حالت گناهکار نمیشید، دیگه ساختکاری نمیکنید. خلاصه اون یک روزتون به نظر گیرید، همون روز هر پولی که دارید خواه از دیگر جا اومد خواه نو پیدا شد همشه به پولی کهنه جمع میکنید. مثلا اصلا شما 50,000 داشتید لیکن یک روز پیش از روزی زکاتتون 950,000 دیگه اومد، یعنی 1,000,000 شد، از 1,000,000 زکات میبرید. گفتن تو ممکن است که آخر این پول ناومد که این من باید نصاب علاهیده جدا کنم، نه، به نصاب اول برمیگردید. شما اون روزی زکاتتون یک روز از در یک سال، اون روز هر چیزی که داره تماشا حساب میکنید، هر چیزی که برای فروش است، چیزی که برای فروش مانند خانه، ماشینی که استفاده میبرید به اونها زکات نیست.